بارون سمی بدون هیچ هشداری شروع شد. به محض اینکه اسید به خیابون خورد، همه چیز شروع به آب شدن کرد. حتی ماشینا هم دووم نیاوردن. لایه‌های بیرونیشون شروع به حل شدن کرد. شیشه‌ها ترک خوردن و شروع به چکه کردن. بارون بند نمیومد. مردم ماشیناشون رو ول کردن و دویدن تا پناهگاه پیدا کنن. جاده‌ها تبدیل به جهنم شده بودن. بعد از مدتی بارون بالاخره بند اومد. یه مرد زن و بچه‌شو سوار موتور کرد و به سمت یه پناهگاه بیرون شهر راه افتاد. ولی شانس باهاشون یار نبود. موتور چون زیاد کار کرده بود شروع به دود کردن کرد. هیچ کس نمیدونست بارون بعدی کی میاد. برای همین موتور رو ول کردن و پیاده راه افتادن. مرد تنها کلاه کاسکت داد به بچه‌ش. ابرای تیره دوباره تو آسمون جمع شدن. بارون داشت شروع میشد. مرد با خانواده‌اش به سمت جنگل دوید. تو راه یه ورق فلزی پیدا کرد. اونو بالای سرشون گرفت تا از بارون در امان باشن. بارون شدیدتر شد. پوستش شروع به سوختن کرد ولی وا نیستاد. دستاش سوخته بود. صورتش قابل شناسایی نبود ولی تسلیم نشد. جلوتر یه غار دید. با آخرین نفسش خانواده‌شو هل داد تو. بعد برای همیشه از پا افتاد. زن لباسای سوخته رو از تنش درآورد، پسرشو محکم بغل کرد و گریه کرد. ولی اسیدا شروع به نشت کردن از دیوارهای غار کردن. مادر پسرشو به جلو هل داد. غار شروع به ریزش کرد. اون بدنشو به دیوار در حال ریزش فشار داد تا پسرش بتونه به خزیدن ادامه بده و بعد غار فرو ریخت. مادر همونجا دفن شد. بچه خزید تا بالاخره بیرون اومد. بارون بند اومده بود. روبروش فقط ویرانی بود. حالا دیگه پدر و مادری نداشت. چطور تنها زنده میموند؟